و جایزه را معرفی می‌نماییم. برنده جایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. در سال 2020 از نامیناسیون از یاد کردن و خواندن آثار ادبیات جهان از گروه تربیت‌گیرندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تا مرتبه و میانه امید و نصرالدین و رعنا دختر دانشمند تاجیک که هم در سخن گفتن، هم در شعر نصیحت کردن و هم در مطالعه آثار معاصر و کلاسیک زحمت زیاد کشیدند و امروز غالب آزمون گردیدند. ما از صمیم دل خواهر عزیز را به این موفقیت کامیابی تبریک بگیم و برایشان سلامتی و برای کار آرزو می‌نماییم. تشکر زیاد. سراول منتداری صمیمی خود و کل اشتراکداران آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب اسرا و اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان میکنم که 2 سال است در تمام آسیا آوازه انقلاب مدنی تاجیک و تاجیکستانی است. فروغ صبح دانایی بهار معنوی ما و شماست و این همه بهار، این همه طلوع، این همه تجمل و این همه سلسله نصرتمندی برای همه ما و شما، برای کل مردم شریف تاجیکستان فرخنده و نصرت پای باشد. تشکر زیاد. یک جهان تشکر از خودی بیان اندیشه، فکر، تحلیل، افاده متن سخن معلوم است که خواهر عزیز خیلی زحمت کشیدند، استادا تلاش کردند، پدر و مادر مهربان برای به این موفقیت کامیابی رسیدن و خواهر ما کمک کردند